سلام عزیزان. قبل از سلام الله ربنا و ربکم و لله جنود السماوات و الارض. اسم من علیرضا جعفرپور هستش و من استراتژیست اقتصادی هستم در سطح کلان. شماره تماس منم هست 0901 47 46 994. مردم بسیار به من محبت کردن، به خصوص از خوزستان و آبادان. سوالی رو پرسیدن که آیا ما طبق سفارش شما پولمون رو در بورس ببریم یا ببریم برای خرید و فروش طلا و در واقع ارز، سکه و دلار. واقعیت این هستش که در حالت عادی اگر شما پولتون رو ببرید در بورس، این منجر به افزایش تولید و اشتغال و گسترش صنعتی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نمیشه، مگر اینکه دولت بیاد به کارخونه های تولیدی، کارخونه هایی که مواد غذایی تولید میکنن، کارخونه هایی که مواد اجزای ساختمانی رو تولید میکنن، اینها دستور بده، دولت دستور بده به کارخونه ها و مراکز تولیدی که چه بخش خصوصی چه بخش دولتی که شما افزایش سهام بدید، یعنی بیاید تعداد سهامتون رو بالا ببرید، مشروط بر این که تولیدتون رو 2 برابر بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه کارخونه تولید رب گوجه فرنگی داری، عین همین کارخونه رو درست بکنی، تعداد زیادی از مردم رو استخدام بکنی. در این صورت من مردم رو تشویق میکنم که به جای اینکه بیارن پولشون رو توی طلا و ارز، بیان توی بورس و سهام جدید رو بخرن. با خریدن سهام قدیمی داخل بورس فقط پول شما در اختیار تعدادی در واقع دلال قرار میگیره که اون دلال ها اتفاقا میان پول مردم رو میبرن توی طلا و ارز و در نتیجه اقتصاد مملکت رو فلج میکنن. این اثرش 100 برابر اسنپ بک و 100 برابر تحریم هستش که مردم ندونن پولشون رو کجا ببرن. دولت بایستی پولای مردم رو به سمت تولید و اشتغال هدایت بکنه و روش این هستش که دولت به کارخونجات تولیدی، به رؤسای کارخونه ها رو دعوت میکنه و ازشون تعهد میگیره که شما ظرفیت تولیدتو 2 برابر بکن، بذار اشتغال و صنعت در کشور توسعه پیدا کنه، ارزونی بشه برای همه مردم، تورم کنترل بشه. چجوری تورم شما پایین میاری؟ با چند برابر کردن تولیدت. وقتی که تولیدت رو چند برابر کردی، مجبور هستی که چند میلیون کارگر رو استخدام بکنی در صنایع بسیار بسیار گسترده‌ای که در ایران وجود داره و میتونه چند برابر بشه. تولید فولاد، تولید ارزم به خدمت شما تمام اجزای ساختمان، در پنجره، آلومینیوم، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و ارزم به خدمت شما مواد مصرفی داخل ساختمون ها، چیزایی که مردم مصرف میکنن. بنابراین در واقع روش رو من به دولت دارم تذکر میدم و مردم عزیز ایران، به خصوص اون قشر حزب اللهی و اون قشر در واقع اون قشری که در واقع من رو دنبال میکنند، من عقیده دارم که میتونه ایران از این مشکلات بیاد بیرون. در غیر این صورت طلا و دلار در عرض 1 سال 2 برابر میشه و اقتصاد ایران کوچکتر میشه، رشد اقتصادی منفی میشه و تمام در واقع نقشه هایی که کشور آمریکا و دولت های اروپایی برای سرنگون کردن ایران کشیدن با موفقیت در واقع انجام خواهد شد. پس روش کار این هستش که دولت تمام در واقع رؤسای کارخونجات تولیدی رو فراخوان میده. تولیدی یعنی هر کسی که در کار تولید گوشت، تولید مرغ، تولید دام، طیور، تولید مواد غذایی، تولید مواد و مصالح ساختمانی و هر چیزی که مردم در واقع از گرونی اون
مینالند. هر چیزی که باعث گرونی مسکن میشه، هر چیزی که باعث گرونی تولید مسکن میشه، هر چیزی که باعث گرونی مواد غذایی میشه. بنابراین دولت خیلی راحت میتونه این کار رو انجام بده، دعوت بکنه، فراخوان بده از رؤسای کارخونجات یا باشون تماس بگیره و بهشون بگه که ما اجازه میدیم که شما سهامتو 2 برابر 3 برابر بکنی تعداد سهامتو و بیاری توی بورس و در ازای اون سهام جدید در واقع مردم رو تشویق میکنیم که بیان سهام جدید شما رو بخرن و تعهد بدی که این در واقع پولی رو که از مردم گرفتی برای توسعه کارخونه 2 برابر کردن 3 برابر کردن کارخونه و استخدام در واقع تعداد زیادی از مردم بیکار، جوانهای بیکار و در نتیجه افزایش تولید رو شما خواهید داشت با این کار. در غیر این صورت بهتر هستش که مردم برای اینکه از دست نره پولشون و ارزش پولشون کم نشه پولاشون از بانک بردارن و بیارن توی همین زمینه‌هایی مثل طلا و ارز. به خاطر اینکه من نمیتونم به مردم دروغ بگم، من در واقع حق ندارم که به مردم دروغ بگم که شما پولتون رو ببرید توی بورس. در حالت عادی وقتی که دولت سیاست تعیین نکنه و مدیریت نکنه تولید رو، وقتی که دولت مدیریت نکنه بورس رو، در واقع اقتصاد رها شده منجر به نابود شدن کل ایران میشه و تورم بسیار وحشتناکی در پیش در واقع روی ما خواهد بود و همه مردم ایران از این قضیه رنج میبرند و البته 2-3% هم به ثروت‌های بسیار بسیار کلان دست پیدا میکنند.